به برنامه تحلیلی و خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. خبرهای تاجیکستان و جهان را من مؤمن احمدی امروز 13 مارس پیشکش میکنم. سرخط خبرها: صفیه 9 ساله را در زادگاهش به خاک سپردند. پس از جستجوی بیش از یک ماه تن بیجانش را از ازبکستان یافتند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت کشورش آماده استفاده بمب اتمی و یا سلاح هسته‌ای است. روزه‌داری در خانه‌های بی برق و قیمت‌های بالاتر از پیشین. شکایت مردم روزه‌دار در دوشنبه. نرخ گوش قیمت شده، هیچ قیمت، همه چیز چرا قیمت است. جسد صفیه خان رحمت‌آوی 9 ساله را که در حدود ازبکستان پیدا شد روز 13 مارس در خوجند دفن کردند. این نوروز روز 7 فوریه امسال بینشان شد. والدانش باور داشتند که او در دریای سرخ غرق شده است و جستجویش از آن زمان ادامه داشت. مراسم ویدا با صفیه خان و جنازه او در زادگاهش برگزار شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 13 مارس گفت ماموران نجات ازبکستان جسد صفیه خان را در نهر میرزاچول جنوبی یافتند. این نهر از حدود شهر شیرین ولایت سیردریا می‌گذرد. در اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت سوغد گفتند 10 روز پیش با عنوان کمیته حالت‌های اضطراری ازبکستان نامه فرستاده بودند تا در یافتن جسد نورس تاجیک مدد کنند. اعظم خان رحمتوف پدر صفیه خان از اول به این باور بود که دخترش غرق شده است. غرق شدن ساکنان در دریای سیر یا سیهون حادثه نو نیست. تنها در سال 2023 55 مورد غرق شوی ثبت شده است. در این میان 19 نفر نابالغ بودند. ادامه برنامه: ماه رمضان در تاجیکستان در شرایط آغاز شد که ساکنان اکثر شهر و دهات کشور با محدودیت برق دسترس می‌کنند. ساکنان می‌گویند چنین لیمیت یا رجه انتقال محدود نیروی برق را چند سال اخیر ندیده بودند. نرخ برخی از محصولات غذایی نیز بالا رفته است. امیر ایسایف و ارشاد سلیمانی به سراغ ساکنان رفتند. ساکنان تاجیکستان کمبود نیروی برق و بلندی نرخ‌ها را از مشکلات می‌دانند که مشقت ماه رمضان را برایشان سخت‌تر می‌کنند. همین سحر خودم در تاریکی گذراندیم، با چراغ‌های چی گذراندیم. و تلفن و چراغ‌های شمع هم که گذراندیم. دیگه همین مردگی نهاد ساعت چند تا نیست. تا 4 مارس اکثر محله‌های شهر دوشنبه برق دائمی داشتند، اما حالا برق به خانه‌ها مدت کم داده می‌شود. این در حالی است که مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق جناب گجرال در نامه از زیردستانش خواسته است در رمضان همه روزه از ساعت 4 تا 8 صبح و از 17 تا 21 شام تمام کشور با برق تامین شود. در برابر بی‌برقی و سردی‌های رمضانی ساکنان کشور از بالاروی نرخ غذا نیز شکایت می‌کنند. گوش قیمت شده، هیچ قیمت، همه چیز چرا قیمت است. گوش 80 تومن شده خیلی. شیر تا 9 تا 10 یا خیلی جدا است. خون قیمت چیده در بازار خیلی ارزون بود. پیش رمضان 1 سوم بود، بعد رمضان 1.5 سوم شده. مقصد 35 سوم 40 سوم خریمش. خیلی اردم قیمت چیده 270 بود 300 چیده. اون چه که مردم میخره مردم دادوزی میایه اما قیمت شده. دلیل بالا رفتن نرخ‌ها را در بازار تاجران گران شدن ارزش محصولات در بازارهای عمده فروشی مینامند. وابسته ای همون صاحب کاری کلان ای مثلا با یکی اپتیمیتن بسیار دارن. همه سال ماه رمضان در تاجیکستان خوراکواری گران میشه. خصوصا این ماهی که ثواب است و خداوند وعده های زیاد کرده است، باید از ثواب این ماه محروم نماند و کوشش کند که در این ماه حداقل ارزان فروشی کند. یعنی نرخ فروش که خودش هم ضرر نبیند و دیگران هم ضرر نبیارند. بر اساس قرار شورای علمای تاجیکستان ماه رمضان در تاجیکستان 11 مارس آغاز شد و تا 10 اپریل ادامه می کند. مردم تا ساعت 5 صبح فرصت دارند سحرخوری کنند و تا ساعت 18:40 تقریبا 14 ساعت روزه می دارند.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است کشورش به جنگ هسته‌ای و یا با استفاده از بمب اتمی آماده است. رهبر روسیه در صحبتی که روز 13 مارس در وبسایت کرمل نشر شد گفت قصد استفاده سلاح هسته‌ای در اوکراین را ندارند، ولی اگر ضرورت پیش آمد از نگاه فنی به جنگ هسته‌ای آماده‌اند. با گفته او روسیه تنها در صورتی از بمب اتمی استفاده می‌کند که آمریکا چنین جنگ را آغاز کند. پوتین گفت سلاح هسته‌ای روسیه از آمریکا مؤثرتر است. روسیه که یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است بیش از 2 سال باز به ضد اوکراین می‌جنگد. کشورهای غربی اوکراین را برای مقابلیت با روسیه کمک می‌کنند. روسیه بارها کشورهای غربی را تهدید کرده است که از کمک به اوکراین دست کشند. ولادیمیر پوتین بار دیگر در این صحبت تاکید کرد که آماده صحبت برای ختم جنگ در اوکراین است. مقامات اوکراین گفته بودند که تا نظامیان روس منطقه‌های اشغالی را ترک نکنند با روسیه گفتگو نمی‌کنند. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه می‌دهیم. گروهی از ساکنان یک بینای 18 آشیانه در دوشنبه میگویند از ناچاری در خانه‌های مسکون شدند که نه برق دارد و نه آب و نه شرایط عادی برای زندگی. شرکت ساختمانی که باید خانه را ساخته به صاحبانشان میداد تقریباً 2 سال است که در انجام ساختمان تأخیر میکند و مشتریان هم میگویند دیگر جای برای زیستن و رفتن ندارند. همکارم شهلای عبدالله و سروناز روح الله این بحث را پیگیری کردند. ساکنان این بینای نوبنیادی بلند آشیانه در کوچه سعدی شیرازی شهر دوشنبه شکایت دارند که مالکان ساختمان بنا را ناتمام گذاشتند، شرایط زندگی اینجا نیست و کسی هم عرضشان را نمیشنود. این ساکنان میگویند بر اساس شرطنامه دو طرفه قرار بود این بنا سال 2022 پورا به استفاده داده میشد، اما از این مهلت 2 سال دیگر گذشته و هنوز منزل‌هایشان نه آب دارد و نه برق. ягон шароит надора иҷа барои зиндагӣ кардам ранги одам бори надора ай маҷбурира ки нестай медрои зиндагӣ мекунӣ дигар ҳами 1 солу 9 моҳ чанд қай мисол қувватмон расид 80 000 сомон да фақат квартира шиштагем дигар ки мақсад нестай возможност дуромадаи маҷбур зиндагӣ дорем. اکثر ساکنان این بنا که جای زیست دیگری ندارند ناچار داخل خانه‌های ناتمام را تعمیر کرده زندگی دارند. زایم سال 2009 تا اینجانیم با 3 فرزند در کوارتیر شدگیم. خیلی البته همه دادم نمایان حاضر کوارپولی حاضر خواست 2000-3000 سومان کوارپولی هم قدر که اشتیم آباد میشد یگان خیلی آبادی نشد آخه حاضر مجبور شدم با 3 فرزند یک دو روز پس حاضر بود کردم ریمون من میبیم زندگی میکنم هم قدر گفتیم در اومدیم 1 ماه زیاد شد میدارم یگان رو براشون نیست هم متصدی هم داشته گوش نمیکنن گفتیم التماس گردی لیفتاتون محکم کنین کودکای مایده قطی میبیم یگان چی بعدادمون نمیرسن. مردم میگویند بنا ناتمام و مشکل زیاد. شروع از راهرو تا زینه‌پایه‌های قسمتی از این منزل‌ها برای زندگی خطرناک باقی میماند. ساکنان میگویند چنین بی‌پرواگی مسئولان شرکت ساختمانی باعث مرگ جوانی شد که تصادفاً به شاخته لیفت سرازیر شده جان داد. نمیدونم بچه که یوش بود هوایم افتید مرده همین شاخته. صاحب 5 فرزند بود بیچاره. خیلی منم فرزندم عزیز میترسم در همین حالت دیگه چیکار کنم؟ این بنا را شرکت بناکاری خان 2009 بنیاد میکند. مسئولان آن از صحبت ویدیوی خودداری کردند ولی گفتند بعضی از مشتری‌ها پول خانه را پورا ندادند، از این خاطر کار ساختمان طول کشید. اما ساکنان این را بهانه بیش نمیدانند و میگویند شرکت در چند جای دیگر نیز بناهای نو بنیاد کرده است. ساکنان ادعا دارند که مسئولان شرکت مدت‌ها باز به اینجا نمی آیند و بعد از شدن از شکایت ساکنان به رادیوی آزادی و حضور خبرنگاران دیگر باره کار را شروع کردند. نیم سال پیش مرا گفته بودن که ریمون کنم مسکو خطی شوم آمدم ریمونت ما 1 سال شد که تمامه همین بوکوال 10 هفته پیش همین منوچهر گفتن اینجا دامساز کار میکنم امرا گفتم ما کمر کوارتیر سرکه دستن 2 روز دیگه ما مهلت دارم ما باید بخیزم ای کوارتیرم کی گفت که مایلی اپا ما برو اومدم 1 شام ایستادم دیم روزه уже سویتی دوما کشتن. در گذشته هم شکایت ساکنان بیناهای نوبنیاد در رابطه با پوره انجام نشدن منزل‌هایشان و صفت پست ساختمان در شهر دوشنبه ثبت شده است. همچنین مسئولان چند شرکت بیناکار با جرم قلابی به زندان رفتند.
مقامات آمار عمومی چنین بیناهای مشکلدار را اعلان نکردند. اما دست کم در 6 بینای نوساخت در دوشنبه که ما در آن حضور داشتیم، ساکنانش میگویند با گذشت از 3 تا 8 سال با مشکل زیاد روبرویند و هنوز هم حجت ندارند. گزارشی از وضعیت غزه. سازمان ملل متحد میگوید 20 کودک در غزه از گرسنگی جان دادند و صدها کودک دیگر از گرسنگی رنج میبرند و روحاً و جسماً بیمارند. حمله اسرائیل به غزه 10,000 کودک فلسطینی را سرسام کرده است و هزاران کودک خانه و والدان خود را از دست دادند. همکارم کیومر ستا گزارشی صدای آمریکا را تهیه کرده است. کودکان در غزه پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس از تحصیل دور ماندند، ولی والدان میگویند که مشکلشان جدی‌تر از مکتب و درس است. سازمان ملل میگوید 12,000 کودک در جنگ کشته شدند. 20 تن دیگر از گرسنگی فوتیدند. بیش از 17,000 کودک یتیم مانده و یا جنگ آنها را از هم جدا کرده است. بسیاری از کودکان غزه به سرپناه ماندند و با والدانشان آسیب جسمی و روانی دیدند. پسری من شبانه بیدار می شود و می گیرید. می گوید پدرم رو پزمان شدم. آرزو دارم به خانه برگردیم. می خواهم مثل پیش زندگی عادی داشته باشیم. مقامات غزه می گویند که در جنگ نزدیک به 31,000 نفر کشته شدند. جنگی که بعد از حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در آن حمله 1200 اسرائیلی را کشتند و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. اسرائیل با حمله به غزه پاسخ داد. اکثر اهالی بیش از 2 میلیون نفری غزه به رفح در نزدیکی مرز مصر پناه بردند. در بیمارستان اینجا هر کودکی که می‌بینید جسماً و یا روحاً آسیب دیدند و گرسنه‌اند. همه آنها مشکل انکشاف دارند. همشون بیمارند. حتی مادران شیر ندارند که به بچه‌شان بدهند. آنها میگویند شیر ندارند و نمیدونند که چطور شیر بخرند. بعضی از کودکان به گفته پزشک بمب و هواپیما را میشناسند و چطور کشته شدن عزیزان و همسایگانشان را در یاد دارند. کودکان دیگر به دامان مادر چسبیدند و پیوسته میگریند. بسیاری ها خیالی شده هذیان میگویند. کودکان نیز هستند که امید دارند روز با نزدیکانشان یک جا میشوند. میخواهم به خانه برگردم. والدان میگویند دیدن احوال کودکان دلریش کننده است. مادران به سوالهای کودکان پاسخ ندارند. وقتی برای خوردن چیزی میپرسند پاسخی نیست. کودکان گوشت، ماهی، شکلات یا یگان شیرینی که پیشتر میخوردند سراغ میکنند. چیزهایی که ما پیدا نمیکنیم. اسرائیل میگوید محدودیت برای کمک رسانی به مردم غزه جاری نکرده است. هرچند تمام مال و محصولات را که میآید تفتیش میکنند تا در بین آنها سلاح برای حماس نباشد. اسرائیل ادعا دارد که حماس از کمک ها بهره میگیرد. سازمان عفو بین الملل میگوید اسرائیل امداد را به غزه از طریق خاک خود محدود کرده است. سازمان ملل میگوید اگر کمک بیشتر نشود در غزه قحطی میآید. به لیانید ولکوف، یکی از یاران سیاستمدار مخالف روسیه الکسی ناوالنی در ویلنیوس پایتخت لیتوا حمله شده است. مقامات امنیتی لیتوا روز 13 مارس حمله را اغواگرانه و احتمال کاری دست مسکو دانستند تا با این واسطه مخالفان و منتقدان پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در خارج و بخصوص کشورهای بالتیک بترسانند. و برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی شما خبرهای نو را در وبسایت azadi.org و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و تلگرام و اینستاگرام پیگیری کنید. خدا نگهدار.